من در ایالات متحده زندگی میکنم. خیلی‌ها فکر میکنن همه آمریکایی‌ها ثروتمندن. اما من ثروتمند به دنیا نیومدم. ما 6 نفر بودیم، 4 بچه و پدر و مادرم. در خانه کوچکی زندگی میکردیم، دوش نداشتیم، فقط وان همون بود و من تا دبیرستان دوش واقعی ندیده بودم. پدرم در سال 1904 به دنیا آمده بود و وقتی فقط 8 سالش بود مدرسه رو ترک کرد و تا آخر عمر در کارخونه کار کرد. من هیچ وقت لباس نو نداشتم. همیشه لباسامون رو از فروشگاه دست دوم می‌خریدیم. پس در فقر بزرگ شدم و از فقیر بودن متنفر بودم. تصمیم گرفتم هر طور شده فقیر نمونم. در دهه 1950 و 1960 که بچه بودم، پزشکا توی جامعه احترام خیلی بالایی داشتن. مادرم آرزو داشت پسرش، یعنی من، به یکی از دو مسیر بره. اولیش این که کشیش بشه. چون اون موقع توی هر خانواده کاتولیک یکی از فرزندان باید کشیش یا راهبه میشد. من بزرگترین فرزندش بودم و کم کم براش روشن شد که من آدم کشیش شدن نیستم. پس احتمالاً دومین انتخابش این بود که من دکتر بشم. چون این هم شغل بسیار آبرومند و محترمی بود. اون تصمیم گرفته بود که من جراح چشم بشم. نمیدونم چرا دقیقاً چشم پزشکی، ولی اون همینو میخواست. و من تمام کودکی و نوجوانیمو با ذهنیت این بزرگ شدم که باید جراح چشم بشم و از نظر جامعه هم با افتخاره. و این کاریه که والدینم میخوان. برای همین با تمام توانم تلاش کردم تا به اون هدف برسم. در بین رشته‌های پزشکی، تخصص چشم پزشکی یکی از سخت‌ترین ها برای ورود به حساب میاد. یکی از دلایلش اینه که وقتی به عنوان چشم پزشک در مطب خصوصی کار میکنی، ساعت‌های کاری نسبتاً کمی داری، ولی میتونی درآمد فوق‌العاده‌ای به دست بیاری. برای همین خیلی از پزشکایی که در دانشکده پزشکی هستن میخوان وارد دوره تخصص جراحی چشم بشن. من خوش شانس بودم و قبول شدم. اما در تمام مدتی که در شیکاگو بودم، یعنی جایی که معاملات آتی کالا، اوراق قرضه و شاخص سهام انجام میشد، تمام اون مدت همیشه احساس میکردم جای من اونجا نیست. مدام حس میکردم باید در دانشکده بازرگانی باشم یا در مرکز شهر شیکاگو، در تالار معاملات. اون چیزی بود که واقعا میخواستم انجام بدم. من نمیخواستم چشم جراحی کنم. نمیخواستم هر روز با تعداد زیادی بیمار سر و کار داشته باشم و میخواستم تریدر بشم و واقعا از ته دلم همینو میخواستم. ولی در عین حال میترسیدم خانواده‌مو ناامید کنم. از طرفی هم توی مسیری بودم که میتونست زندگی خیلی خوبی برام رقم بزنه. در آمریکا یک جراح چشم درآمد زیادی داره و من میترسیدم همه اون رو از دست بدم. به هر حال چند سالی اون کار رو انجام دادم. جوان بودم و البته جاه طلب. یک مطب بزرگ رو انداختم و 17 تا کارمند داشتم. اون موقع حدود 34 سالم بود که برای اون سن واقعا چشمگیر بود. یه مرکز جراحی ساختم و تونستم از دولت آمریکا و سیستم مدیکیر مجوزش رو بگیرم. در نتیجه یک مجموعه بزرگ در اختیار داشتم و درآمدم واقعا باور نکردنی بود. در دهه 80 میلادی سالانه بیش از $1,000,000 درآمد داشتم، تازه بعد از کسر مالیات، و این واقعا مبلغ زیادیه. خوشبختانه تونستم بخش زیادی از اون رو پس‌انداز کنم. اما به این نتیجه رسیدم که این کاری نیست که باید انجام بدم. فقط یه بار زندگی میکنم و با اینکه دوست داشتم کار شرافتمندانه انجام بدم و خواسته مادرم رو برآورده کنم، در نهایت فقط یه بار زندگی میکنم و میخوام اون رو طوری که خودم میخوام سپری کنم. احساس کردم به اندازه کافی راهی رو رفتم که اون میخواد و حالا وقتشه کاری رو بکنم که واقعا خودم میخوام. پس تصمیممو گرفتم. شروع کردم به معامله گری و خب ماه جالبی رو برای شروع کردن انتخاب کردم. توی اکتبر 1987 شروع به معامله گری کردم. خیلی پر ریسک و پر حجم این کارو میکردم. خیلی بیشتر از اون چیزی که برای تازه کار منطقی بود. در سقوط بزرگ بازار سهام توی سال 1987 من یک موقعیت شورت خیلی بزرگ داشتم. همون صبح اون پوزیشن رو باز کرده بودم، اما همزمان برنامه جراحیم هم کاملا پر بود. مجبور شدم پوزیشنم رو ببندم و برم سر کار برای جراحی چشم. وقتی داشتم به سمت مطب میرفتم، بازار سهام بدجوری ریخت. هیچ کس نمیدونست دقیقاً چه خبر شده. من همیشه اخبار بازار رو گوش میکردم. ولی اون روز هیچ کس نمیدونست وضعیت چطوره. هیچ کس حتی نمیدونست قیمتا چقدره. اوضاع خیلی آشفته بود. توی پایان روز وقتی بازار بسته شد، حدود 25% سقوط کرده بود. اگر اون پوزیشن رو نگه داشته بودم، فقط توی یک روز $400,000 سود میکردم. با ارزش امروز پول یعنی بیش از $1,000,000 در یک روز معامله. اونجا بود که با خودم گفتم خب شاید واقعا بتونم این کار رو انجام بدم و تصمیم گرفتم تریدر بشم.
اما تمام اون سالایی که تلاش می‌کردم وارد دانشکده پزشکی بشم و بعد هم که داخلش بودم، روش یادگیری من همیشه این بود. کتاب می‌خوندم و از کسایی که جلوتر از من بودن یاد می‌گرفتم و سعی می‌کردم دقیقاً ازشون تقلید کنم. ولی در دنیای معامله‌گری دهه 80 میلادی اوضاع فرق داشت. شاید تو اینو به خاطر نیاری، ولی اون زمان فضای بازار پر بود از افراد بی‌انصاف و دروغگو. در آمریکا بعدها دولت با جدیت وارد عمل شد و با این مسائل برخورد کرد. الان این مشکل کمتره، اما اون موقع واقعا پر از آدمای متقلب بود. من پول زیادی خرج کردم تا مربی خصوصی بگیرم، توی کنفرانس‌ها شرکت کنم. تمام کتابایی که پیدا می‌کردم و می‌خوندم و در رعایت قوانین واقعا خوب بودم. مثل دوران چشم پزشکی که پزشک منضبط و دقیقی بودم. اما با وجود همه اینا داشتم پول از دست میدادم و مدام میباختم و واقعا نمیفهمیدم چطور ممکنه. چون من در محیطی بزرگ شده بودم که همه اطرافیانم آدمای درستکار و صادقی بودن، برای همین من همیشه فکر میکردم همه مردم صادقن. اما به مرور به نتیجه غیر قابل انکاری رسیدم که تقریبا همه اون افرادی که ادعا میکردن میتونن به دیگران یاد بدن چطور ترید کنن، همه‌شون کلاهبردار بودن. اون موقع با خودم گفتم خب شرکت‌های بزرگ زیادی هستن که دارن از بازار پول در میارن، پس چرا من نتونم؟ من در تمام زندگی موفق بودم، پس باید بتونم توی این کارم موفق بشم. برای همین تصمیم گرفتم تمام اندیکاتورها رو از نمودار حذف کنم و فقط به خود نمودار نگاه کنم. فقط به کندلا و نوارهای قیمتی نگاه کنم و دنبال الگوها بگردم. فکر می‌کردم معامله‌گری بر اساس رفتار منطقی و تکرار شونده انسان‌هاست. و اگر رفتار انسان‌ها تکراریه و اگر بتونم به اندازه کافی الگوها رو یاد بگیرم، باید بتونم معامله کنم. حدود 10 سال طول کشید تا به این نتیجه برسم. همونطور که گفتم من به عنوان جراح چشم پول زیادی در آورده بودم و میتونستم بازنشسته بشم و تا آخر عمرم پول زیادی داشتم که زندگی کنم. پس از نظر مالی کنار گذاشتن پزشکی و موندن توی خونه برای مراقبت از بچه‌هام تصمیم سختی نبود. در نتیجه تصمیم گرفتم از صفر شروع کنم. هر چیزی که دیگران گفته بودن رو کنار بذارم. خودم از پایه یاد بگیرم. خودم درکش کنم و بتونم با کلمات بیانش کنم. من در طبقه بندی چیزها و توضیح دادن با کلمات مهارت خوبی دارم، یا حداقل خودم اینطور فکر میکنم. توی ذهنم میتونم مسائل رو تحلیل کنم و به نتیجه آرامش بخشی برسم. و دقیقاً با همین طرز فکر وارد بازار شدم. شروع کردم به دیدن الگوها، تلاش برای درک علت شکلگیریشون و بعد سنجیدن احتمال اینکه اون الگو باعث حرکت صعودی یا نزولی بازار میشه و سالها فقط همین کارو کردم. بیش از 30 ساله که دارم نمودارها رو به صورت زنده لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه نگاه میکنم. نمیتونم تصور کنم شخص دیگه‌ای تو دنیا به اندازه من به نمودارها خیره شده باشه. من هر روز نمودارها رو ذخیره میکنم و این کار رو 30 ساله که انجام میدم. مجموعه بزرگی از نمودارها دارم و اونا رو بر اساس الگوهای مختلف دسته‌بندی کردم و حالا در تشخیص الگوها و پیشبینی اینکه کدوم الگو قرار ظاهر بشه مهارت زیادی پیدا کردم. میخوام یه چیز دیگه هم درباره تغییر مسیر شغلیم بهت بگم. در سال 1988 اولین دخترم به دنیا اومد و 15 ماه بعد دو قلوهای همسانم به دنیا اومدن. یعنی 3 دختر زیر 15 ماه داشتم. و اون موضوع بخش بزرگی از تمرکزم رو به خودش اختصاص داد. بنابراین بله، در سالهای 1988 و 1989 مشغله‌های زیادی داشتم، اما همزمان سعی می‌کردم پدر خوبی باشم و همینطور با خودم فکر می‌کردم خدایا من واقعا خوش شانسم که 3 دختر کوچولوی سالم و باهوش دارم. دیگه نمی‌خواستم هر روز به دفترم در مرکز لس آنجلس برم و خواستم خونه باشم کنار بچه‌هام و فقط ترید کنم. پس برای من خودش خونه تبدیل شد به یه نیروی جذب کننده و تصمیم گرفتم مطبم رو بفروشم، خونه بمونم، بچه‌هامو بزرگ کنم و معامله کنم. در چند سال اول بیشتر وقت من صرف بزرگ کردن بچه‌ها میشد تا ترید، اما با گذشت زمان ترید بخش بیشتری از زندگیمو گرفت و من کم کم در درک و تحلیل بازار واقعا خوب شدم. حدود 10 سال طول کشید تا بالاخره احساس کنم به اندازه کافی یاد گرفتم و اعتماد به نفس پیدا کردم. یکی از سخت‌ترین چیزا برای یه معامله‌گر تازه‌کار دقیقاً همینه، اعتماد. آیا به کاری که انجام میدی اعتماد داری؟ آیا باور داری که این الگوها واقعاً سودآورن؟ به دست آوردن این اعتماد سالها طول میکشه. اعتماد به منطق و ریاضیات و پشت کار. یکی از مشکلات معامله‌گری اینه که همه دنبال قطعیت 100% هستن. میخوان وارد معامله بشن و مطمئن باشن که سود میکنن. اما ترید اینطوری نیست. معامله‌گری یعنی حرکت در مه غلیظ خاکستری.
هیچ چیز اونقدر واضح به نظر نمیرسه. توی هر معامله‌ای که میکنی باید فرض کنی که یه مؤسسه بزرگ در طرف مقابل تو قرار داره و یه مؤسسه دیگه هم در سمت تو. در واقع همیشه دو طرف حرفه‌ای توی معامله هستن. بنابراین باید در نظر بگیری که توی هر لحظه از نظر آماری شرایط خریدارها و فروشنده‌ها تقریباً برابر و متعادله. و این در همه بازارها صدق میکنه. باید همیشه فرض کنی که توی هر لحظه از روز هم راهی برای پول درآوردن از خرید وجود داره، هم از فروش. به شرطی که بلد باشی چطور معاملت رو ساختار بدی و چطور اون رو طراحی کنی. در طول سالها من مجموعه از قوانین معامله‌گری خودم رو طراحی کردم و جواب میده. در جامعه شغلای زیادی وجود داره. آدمایی هستن که خیابونا رو تمیز میکنن، آدمایی هستن که فاضلاب‌ها رو تمیز میکنن، آدمایی هم هستن که کارهای وحشتناک دیگه انجام میدن که هیچ وقت حتی فکرشو هم نمیکنیم. و بعضیاشون این کارها رو خیلی خوب انجام میدن و کسب و کارهای بزرگی ساختن. یه دوستی دارم که سالی $1 میلیون درآمد داره با اداره کردن یه شرکت خدماتی نظافتچی‌ها. صدها نظافتچی زیر دستشن. دوست دیگه‌ای دارم که شرکت حمل و نقل داره، چند صد کامیون داره. وقتی باهاش میرم ماهیگیری، هر از گاهی کسی میپرسه شما چی کار میکنید؟ من میگم من یه دی تریدرم. اون میگه من راننده کامیونم. اون راننده کامیونه، صدها کامیون داره و ثروت زیادی کسب کرده. منظورم اینه که توی جامعه همه نوع شغلی قانونیه. خیلی از اونا رو هیچ وقت تصور نمی‌کنیم انجام بدیم، ولی مردم میتونن از هر کاری پول زیادی در بیارن، حتی از کار کردن به عنوان نظافتچی یا راننده کامیون. اگه کسب و کار رو درست بسازی میتونه پول زیادی برات بسازه و من فکر میکنم هر کسی که کاری صادقانه انجام میده، قوانین رو رعایت میکنه و موفقیت زیادی کسب کرده، شایسته احترامه، نه تحقیر و تمسخر. پس به عنوان دی تریدر من احساس میکنم کار خوبی انجام میدم و بهش افتخار میکنم. مهم نیست کسی بهم نگاه کنه و بگه تو آشغالی. میدونی برام مهم نیست. خیلی خوب. واقعا ممنونم از این مصاحبه. نه تنها باعث افتخار بود، بلکه خیلی چیزا یاد گرفتم وقتی با شما صحبت کردم. پس واقعا ممنونم از هر کاری که برای معامله‌گرهایی مثل من انجام میدی. آدمایی که تلاش میکنن یاد بگیرن. ممنون از وقتی که میذاری و تلاشی که همیشه برای کمک به دیگران میکنی. بنابراین خیلی ازت ممنونم. من از حرفای محبت آمیزت ممنونم و قدردان فرصت صحبت کردن با کامیونیتی شما هستم. خب دوستان عزیز، توی ویدیوی بعد البروکس به مهمترین سوالاتی که توی مسیر تریدینگ خودش تجربه کرده در طی این 30-40 سال رو پاسخ میده و حتما اون ویدیو رو از دست ندید. بنابراین توی چنل سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که به محض اینکه اون ویدیو منتشر شد اولین نفری باشید که ویدیو رو مشاهده میکنید. ضمن اینکه نظراتتون رو در مورد این ویدیو هم برام کامنت کنید و در ادامه اگر قصد کار کردن با صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال رو دارید، 1 دقیقه آخر ویدیو رو از دست ندید. توضیحاتش اونجا خدمتتون ارائه کردم. خدا نگهدار. و اینکه دوستان عزیز، حالا سوای حمایت‌های یوتیوبی، خدماتی که ما در واقع ارائه میدیم احراز هویت صرافی‌هایی مثل بایننس و بایبیت و صرافی معتبری که حالا بتونید باشون مثلا به صورت حرفه‌ای کار کنید با کمیسیون‌های پایین و تنوع بالا، حجمای که باشه شما بتونید هر لحظه خرید و فروش کنید، نه مثل صرافی ایرانی که اصلا اونجا یه لورج تریدینگ اصلا همچین چیزی هم اثبات بتونید بخرید بفروشید، اونجا هنره با کمیسیون‌های وحشتناک. و اینکه میتونید از طریق وبسایت ما برید اونجا، هم میتونید از واتساپ هم تلگرام با همون در ارتباط باشید. اگه خواستید اکانت بایننس حالا به اسم خودتون یا بایبیت و حالا بقیه صرافی هم اوکیه، میتونید با اون در ارتباط باشید. از طریق لینک زیر میتونید اقدام کنید. کارت حالا براتون درایور لایسنس یا آیدی کارت ارسال میشه، حدود 4-5 روزه به دستتون میرسه.